بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما را شاگردان عزیز در جلسه خوش آمدید میگیم. در این جلسه راجع به قیمت مطلقه صحبت میکنیم و معادلات قیمت مطلقه را حل میکنیم. در ضمن سیستم معادلات دو مجهوله را به طریقه تعویضی و طریقه افنا و بحث و بررسی میگیریم. اما قبل از اینکه سر موضوعات بریم، اگر قسمت های قبلی را ندیدید حتما اونا را ببینید و اگر به این موضوعات علاقمند هستید حتما کانال اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین و لایک شما هم باعث انگیزه و انرژی بر من میشه که امیدوار هستیم دریغ نکنین. خب شاگردان عزیز، خود قیمت مطلقه چی است؟ قیمت مطلقه را دو تعریف میکنیم. یک تعریف ابتداییشون که هست میگیم فاصله از مبدای محور اعداد را به نام قیمت مطلقه یاد میکنن. اگر شما محور اعداد که در قسمت های پایین خواندید و یقینا در جلساتی که ما هم ثبت کردیم اینا هست، در اوایل کنار اگر کسی ندیده ببینین. شما محور اعداد مثلا از قسمت صفر به می ترتیب مثلا 1 2 3 و غیره واحد های مساوی جدا میکنین و اینجا که صفر بود مثلا اینجا 1 هست، فرض کنیم اینجا 2 هست و این طرفش منفی 1 هم مثلا منفی 2 هست و منفی 3 و غیره تا این طرف بالاخره منفی لایتنایی میشه و این طرف مثبت لایتنایی. از نظر تعریف ابتدایی قیمت مطلقه فاصله یک عدد از مبدای محور اعداد به نام قیمت مطلقه یاد میشه. مثلا شما قیمت مطلقه دو را فقط اینی قدر فاصله شون که هست اینی قیمت مطلقه شون هست و یا قیمت مطلقه منفی دو را مثلا از این قسمت تا اینجا در نظر میگیریم. قیمت مطلقه توسط از این علامه نشان داده میشه. مثلا قیمت مطلقه دو هم مساوی به 2 هست چون 2 واحد فاصله داره و اگر قیمت مطلقه مثلا منفی 2 باشه داخل قیمت مطلقه منفی 2 علامه منفی از بین میرن و این هم مساوی به 2 هست، یعنی هر دوش 2 واحد فاصله داره. این تعریف قیمت مطلقه به صورت ابتدایی هست. ولی زمانی که ما به صورت پیشرفته تر تعریف میکنیم قیمت مطلقه رو میگیم که به این شکل تعریف میشن. قیمت مطلقه x یا افاده ها را قیمت مطلقه x مساوی به خود x در صورتی که x بزرگ و مساوی به 0 باشه. و مساوی به منفی x در صورتی که x کوچک از 0 باشه. این تعریف در حقیقت اساسی قیمت مطلقه همی است، یعنی قیمت مطلقه در کل دو حالت داره که میتونه مثبت باشه و یا منفی باشه، اما نتیجهش مثبت هست. چطور مثبت هست؟ چون اگه خودش مثبت باشه یا بزرگ از 0 باشه مساوی به خودش میشن. اگر کوچک از 0 یا منفی باشه یک منفی نظر به تعریف پیش روشون اضافه میشه که منفی ضرب منفی مثبت میشن. یعنی حاصل قیمت مطلقه همیشه یک عددی مثبت هست. به طور مثال شما دارین مثلا قیمت مطلقه فرض کنیم ما یک عدد مثبت در نظر میگیریم، مثلا 20 یا عدد 5 میگیریم. خب به هر حال ساده تر نوشته میکنیم 5.
این مثبت هست مساوی به خود 50 و قیمت مطلقه مثلا اگر منفی 5 داشته باشیم قیمت مطلقه منفی 5 بازم مساوی به 5 هست، یعنی در کل حاصلش عدد مثبت باید شود. با در نظر داشتین این مقدمه ما مال قیمت مطلقه را معادلشان حل میکنیم که چه قسم حل میشن. حالا اینجا داریم قیمت مطلقه x منفی 8 مساوی به 12 این را حل میکنیم. چطور حل میشن؟ این رو دو بار حل میکنیم. یک بار مساوی به مثبت گرفتیم x منفی 8 مساوی به مثبت 12 هست و یک بار دیگه باز این داخل قیمت مطلقه را منفی اینجا گرفتم منفی x منفی 8 مساوی به 12. حالا هر دو بار یا هر دو مورد حل میکنیم. مورد اول x منفی 8 که در خط اینجا داریم این طرف میریم مثبت میشه، 8 امرای 12 جمع میشه x مساوی به 20، یعنی یک قیمت پیدا شد. به این ترتیب اگر حالت بعدی رو در نظر بگیریم که منفی x باشه و منفی 8 این مساوی به منفی 4 میشه. چطور منفی 4 میشه؟ چون منفی را داخل قوس که ضرب بزنیم میشه منفی x منفی x و این منفی داخل از این منفی ضرب میشه مثبت 8 مثبت 8 مساوی به 12. بعد داره منفی x مساوی به 12 و 8 که طرف بیارم میشه منفی 8. بالاخره منفی x مساوی به از 12 که 8 کم شود 4. حالا رو طرف تقسیم منفی کنم، منفی با منفی خلاص میشه، طرف منفی در این طرف اضافه میشه چون تقسیم منفی شود مثبت تقسیم منفی x مساوی به منفی 4 آمد. یعنی در حقیقت معادله قیمت مطلقه معمولا دارای دو جواب میشه، یکش منفی 4 شد یکش مثبت 20. یک سوال دیگه میگیریم. داریم مثلا 8 منفی 2x مساویه به داخل قیمت مطلقه مساویه به مثلا 18. شما قیمت x پیدا کنین. بازم دو بار حل میشه مشابه به قبلی. یک بار 8 منفی 2x مساوی به 18. بار بعدی یک منفی پیشروش نظر به تعریف قیمت مطلقه 8 منفی 2x مساوی به 18. حالا این که حل بکنیم در این قسمت داریم که 8 خودش 8 ای طرف میرم میشه منفی 2x منفی 2x مساوی به 18. یکی طرف بیام میشه منفی 8. بعد داریم منفی 2x مساوی به از 18 8 کم شود 10 باقی میمونه. حالا اطراف تقسیم منفی 2 میکنم، منفی 2 با منفی 2 خلاص میشه، طرف تنهای x میمونن. این طرف 10 تقسیم منفی 2 شود بالاخره میشه منفی 5. این یک قیمت x ما پیدا کردیم، x منفی 5 شد. و بار بعدی میگم منفی 8 منفی 2x، یعنی یک منفی نظر به تعریف منفی 8 منفی 2x مساوی به 18 هست. حالا منفی رو داخل قوس ضرب میکنیم، اینجا میشه منفی 8 منفی شد ضرب شد منفی 8 و منفی ضرب منفی میشه مثبت 2x
مثبت 2x مساوی به 18. بعد 2x پیش خود رو نگاه میکنیم مساوی به 18 و ای 8 طرف میره میشه مثبت 8. بعد داریم 2x مساوی به 18 و 8 میشه 26. اطراف تقسیم 2 میکنیم، اینجا هم تقسیم 2 و این طرف هم تقسیم 2. بالاخره 2 با 2 خلاص x میمونن. در اون طرف 26 تقسیم 2 میشه 13. گرد و جواب به دست آمد. خب به این ترتیب شما معادله‌ای که داشته باشید میتونید دوباره حل بکنید. میشه یک سوال دیگه هم بیاریم که داخل قیمت مطلقه دارای کسری باشه. یک کسر هم شامل میسازیم که داریم x بر 2x منفی 6 مساویه به یک کس. خب بیش کسری نمیگیرم، خیلی نمیخوایم سوال ما مغلق شد. مثلا میگیرم 8. حالا رو میبینیم که چگونه حل کرد. بازم میره دوبار حل کردن دیگه. دقیقا همون مورد هست. اول خود قیمت مطلقه هست break down the problem into this equation به دو معادله. اولی مثبت گرفتن داخل قیمت مطلقه را که البته اینجا ما یک دونه دور فاکتور گرفتن از هر دوی از یا مشترک گرفته. بار بعدی ایره منفی گرفتن داخل از قیمت مطلقه بیرون شدن، پیشوشن منفی گرفتن. و solve the first equation اگر معادله اولی رو ما شما حل کنیم قیمت x میشه 16 بر 5 و اگر معادله دومی رو حل کنیم میشه 48 بر 17 که من یک زور حل میکنم به خاطر از که ویدیو خیلی طولانی نشوه دیگه شما مشابه است. مثلا معادله اول میخوایم حل کنیم. شما میتونید که ایره طرف وسط کنیم. اول مخرج زیر 1 بگیرین. این طرف میشه 1 ضرب در x میشه x و مساوی بعد این طرف 8 ضرب 2 میشه 16 ضرب x منفی 3. 16 رو داخل قوس ضرب کنیم میشه 16 x و 16 رو که ضرب 3 کنیم میشه منفی 48. به این شکل شد. بعد میتونیم که معلوم مجهول کنیم 16 را x خودش باشه ایده پولیزی بیر میشه منفی x مساویه به 48 طرف بیرم میشه مثبت 48. از 16 که یک تا کم کنم 15x مساویه به 48. هر دو طرف میتونم تقسیم 15 کنم. بالاخره این طرف x میمونه. در این طرف 15 و 15 خلاص در مخرجش 15 اضافه میشه 48 بر 15. 48 بر 15 رو میتونم اختصار کنم. 48 تقسیم 3 شو 1 3 6 3 18 میشه 16 و 15 تقسیم 3 شو 5 3 15. قیمت x پیدا شد 16 بر 5. خب معادله دومیش هم به می ترتیب حل میشه. فقط یک منفی اضافه میشه که بنان این معادله حل شد. ولی بعضی موارد دیگر هم که قسمت میخوایم یادآوری کنم. اگر قیمت مطلقه مساوی به 0 شود دارای یک جذر میتونه باشه. مثلا شما یک معادله قیمت مطلقه دارین 3x مثلا داریم منفی 18 مساوی به 0. این فقط یک جواب داره.
drop the absolute value since this equation sums to 0. این مستقیما موشون مساوی به 0 قرار میدیم. بخاطر قیمت مطلقه 0 پس مساوی به 0 است. پس 3x منفی 18 را مساوی به 0 قرار دادیم. حالا دیگه ساده هست. 3x پیش ما موند و 18 رو طرف انتقال میدیم. میشه مثبت 18. بعد در دو طرف تقسیم 3 میکنیم. یم تقسیم 3 میشه و اون طرف هم تقسیم 3. بالاخره 3 با 3 خلاص تنها میمونن. x 18 تقسیم 3 میشه 6. قیمت x پیدا شد. فقط یک جواب داره. این زمان قیمت مطلقه مساوی به 0 باشه. یک جذر دارن. و به می ترتیب اگر قیمت مطلقه کوچک از 0 باشه باز در صورت معادله حل نداره. بین یک تست میکنم که سیستم میتونه یا حل بکنه یا نه. دقیقا حل نداره. یک قیمت مطلقه میگیریم. مثلا داریم 3x منفی 12 مساوی به عدد منفی فرض کنم منفی 20. خب به نظر شما خود یه حل شده؟ ما که فکر نمیکنم که حل بتونن، به خاطر اینکه تعریف قیمت مطلقه نظر به تعریفش هیچ وقت منفی نمیشه و معادله حل نداره. ببینیم که حل میتونه یا نمیتونه. انشالله که نتونن. ببینیم چی گپ شد اینجا. break down the problems into these two equations. حل کرد. هینا یک جزش پیدا کرد منفی 8 بر 3. دیگه جزش پیدا کرد مساوی 22 بر 3. و کلکتال سولوشن رو دو جزش همینی هست. چطور گپ شدی؟ تیوری از ما اشتباه برآمد؟ نه گپ نیست. بیاین در بخش چکینگش میریم. چک سولوشن روی حلش میبینیم. when x equal to minus 8 over 3 زمانی که x مساوی به منفی 8 بر 3 باشه the original equation معادله اصلی منفی 3x منفی 12 مساوی به منفی 20 میشه. یعنی جای x اگه شما منفی 8 بر 3 رو بگذارین حاصل ازی مساوی به منفی 20 نمیشه. does not hold true. به خاطر که حاصل ازی مثبت میشه. چرا؟ ما اینجا امتحانش میکنیم. داریم که قیمت مطلقه جای 3 خودش باشد اینجا. در جای x منفی خب 8 بر 3 رو میگذارم. منفی 8 بر 3 اینجا میگه داخل قوس میگیرم منفی 8 بر 3. بعد داریم منفی 12 مساوی به باید منفی 20 شود نظر به خواص معادله که طرف باید با هم مساوی شود. حالی طرف دارم مثبت ضرب منفی میشه منفی 3 با 3 خلاص میشه منفی 8 و دیگه هم داریم منفی 12 مساوی به منفی 20 باید شود. منفی 8 و منفی 12 هم علامت جمع میشه منفی 20. باید مساوی به منفی 20 شود. قیمت مطلقه منفی همیشه مثبت است. پس این طرف میشه مثبت 20 که مثبت 20 هیچ وقت مساوی به منفی 20 شده نمیتونه. به این لحاظ این معادله حل نداره. It is not all true. We will drop x equal to minus 8 over 3 from the solution set. میگه ما در اینجا به قیمت x را بگذاریم منفی 20 نمیشه. بنان درست نیست. به می ترتیب اگر جزء دیگر بندازیم همچنان درست نیست. when x equal to 32 over 3 زمانی که x مساوی به 32 بر 3 شود the original equation معادله اصلی بازم مساوی به منفی 20 نمیشه. we will drop x equal to 32 over 3 from the solution. ما ای را بگذاریم بازم به اینه نمیشه. بنان no solution. اینجا سیستم بر ما یادآوری کرده که
نو سولوشن. پس به یادتون باشه که هر زمان قیمت مطلقه مساوی به یک عدد منفی بود و معادله اصلا حل نداره. خب فکر کنیم که جلسه بس زیاد طولانی نشوه و معادلات دو مسئوله را در قسمت بعدی انشالله که ارائه میکنم. موفق باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما لایک کنین. اگه سوال داشتین کامنت بتین. این موضوعات باعث میشه که من تشویق شوم و برای شما بیشتر موضوعات زحمت بکشیم. از دل موفق باشین.